سلام، من لیانا هستم، مشاور تخصصی پوست و مو. اگر دوست داری پوستی سالم و پرنشاط داشته باشی، با من همراه باش. سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز اومدم در مورد انواع ویتامین هایی که برای ما پوست ما مفیده با شما صحبت کنم. حالا چه نوع ویتامین هایی برای پوست ما مفیده؟ ویتامین آ، ویتامین ای، ویتامین سی، ویتامین B2، B5، B3 و ویتامین F. حالا ویتامین آ چه ویژگی هایی داره؟ ویتامین آ باعث بازسازی سلول ها، شفاف شدن پوست، باعث از بین بردن چروک های ریز پوست میشه، باعث میشه که جای جوش بهتر بشه و داخل ویتامین آ رتینول وجود داره. حالا در چه نوع مواد غذایی ویتامین آ وجود داره؟ مثل جیگر، زرده تخم مرغ، مثل میوه های از قبیل زردآلو، کدو تنبل، طالبی و سیب زمینی. حالا کمبود ویتامین آ چه مشکلی برای پوست به وجود میاره؟ باعث تیرگی پوست میشه. حالا ویژگی ویتامین B2 چیه؟ ویژگی ویتامین B2 باعث میشه که ترک لب‌ها کمتر بشه و خشکی و پوسته شدن پوست‌ها کمتر بشه. حالا در چه نوع مواد غذایی وجود داره؟ مثل تخم مرغ، اسفناج، موز و گوشت قرمز. ویتامین B3 باعث میشه که لکه‌های رنگی پوست از بین بره و مرطوب کننده خیلی قویه که در سبزیجات، کلم و اسفناج وجود داره. ویژگی ویتامین B5. ویژگی این ویتامین اینه که از پیری پوست جلوگیری میکنه و خشکی درون پوست رو از بین میبره که میتونید در دانه های کامل مثل فندق، پسته، بادام، گوشت قرمز، ماهی و ذرت این ویتامین رو به دست بیارید. ویژگی ویتامین C چی میتونه باشه؟ ویژگی ویتامین C باعث میشه که پوست شفاف باشه، آنتی اکسیدان خیلی قوی داره، باعث میشه که چروک‌های ریز پوست از بین بره، در برابر نور خورشید محافظت میکنه و خالهای قهوه‌ای رو کمرنگ میکنه که میتونید در کیوی، پرتقال، آناناس و اسفناج ویتامین C رو به دست بیارید. ویتامین E چه ویژگی داره؟ ویتامین E ضد التهاب خیلی قویه و آنتی اکسیدان خیلی قوی داره که میتونید در ماهی، کره، عسل، روغن ذرت، سویا و دانه جوانه گندم این ویتامین رو به دست بیارید. ویتامین F اگر در بدن وجود داشته باشه باعث میشه که خشکی پوست از بین بره، مشکلات از قبیل اگزما دیگر در بدن وجود نداشته باشه و افرادی که به اصطلاح بدزخم هستن با وجود ویتامین F زخم‌های بدنشون زودتر بهبود پیدا میکنه. اگر از این اطلاعات مفید استفاده کردین میتونید این کانال رو سابسکرایب کنین و در ویدیوهای بعدی با انواع مشکلات پوستی با من همراه باشید.